میرزاخوجا صمدوف یک ساکن دوشنبه که اینک افسال باز تلاش دارد تا 2 میلیون سومانی پسنداز خود را از بانک بسته شده تاجپرمبانک پس بگیرد به پایگاه خبری بامداد خبر داد که از بس که پولش در بانک در مانده است مبلغ تحصیل پسرش ادریس را دادن نتوانست و او را از گمنازیای رقم 8 گمنازیای کفالت شهر دوشنبه به این دلیل خارج کردند. میرزاخوجا صمدوف میگوید پسرش یکی از خوانندگان پیشصف این مکتب بوده، برای تحصیل اعلی و رفتار نمونویش دهها دیپلم و افتخارنامه به دست آورده بود و عکسش تخته خوانندگان بهترین گمنازیای را آرامی داد. در آگاهنامه‌ای که مأموریت گمنازیای به صمدوف نوشته است چنین آمده است: محترم والدان، به شما معلوم می‌نماییم که طبق بند 4 شرطنامه بین گمنازیای و شما به امضا رسیده در سال تحصیل 2021-2022 مبلغ تحصیل فرزندتان خواننده صنف 6 از صمدوف ادریس در حجم 12900 سومانی که باید تا 20 دکبر سال 2021 پاره سپرده میشد تا حال پرداخت نگردیده است. ما در این خصوص به شما 28 دکبر سال 2021 آگاهنامه روان کرده بودیم و تا سانه 11 ینور سال 2022 مهلت هم دادیم، اما شما مسئولیت و عهده‌داری خود را در نزد مؤسسه تا حال انجام ندادید. معلوم می‌نماییم که طبق فرمایش دیرکتور گمنازیای رقم 8 از 15 ینور سال 2022 فرزندتان از گمنازیای خارج و به مؤسسه تعلیمی محل زیست انتقال یافته است. لطفاً از پگاه معلومات مذکور را به نوبت گیرید. میرزاخوجا صمدوف میگوید بار آخر به او از 2 میلیون پسنداز در تاجپرمبانک در مانده‌اش ماه دکبر همگی 500 سومانی دادند. گاه 500 میتیند، گاه 800 و اگر خیلی همت کنند ماهی 1000 سومانی. من دهها بار به رهبران کشور از جمله به پرزیدنت امامعلی رحمان مراجعت کردم که به من کمک کنید که پول حق حلال خودم را از این بانک بگیرم، ولی متاسفانه کسی به دادم نرسید. پرزیدنت در وقتش میگفت به خاطر تأمین پیشروی اقتصاد کشور پولای خود را در بانک های وطنی گذارید. من هم به همین سخنان پرزیدنت گوش داده تمام مال و ملکم را فروختم و در بانک گذاشتم. امروز پول خودم را گرداندن نمیتیند، میگوید میرزاخوجا صمدوف. تاجپرمبانک و فانانبانک دو بانک بوران زده را بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه سال 2017 برهم داد و در هر دو مؤسسه های مالیوی مأموریت بیرون جاری کرد. جمشید زیایف رئیس تاجپرمبانک سال 2018 بازداشت و ماه دکبر سال 2020 به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. یک وظیفه اساسی مأموریت بیرون از حساب دارایی‌های بانک پرداخت کردن پول‌های در تاجپرمبانک در مانده مشتریانش گفته میشد. میرزاخوجا صمدوف میگوید این مأموریت بیرون 5 سال باز فعالیت دارد و اخیراً زمان فعالیتش با قرار دادگاه اقتصادی باز هم تمدید شد، ولی مشکل آنها همچنان حل نشده باقی مانده است.